با عرض سلام، کار کلاسی دوم صفحه 47 نهم به این صورت هست که گفته نیرو فاصله در قانون کار برای ما محاسبه کنید. کار برابر است با نیرو ضرب در جابجایی. خب وقتی میخوایم جابجایی رو اینجا حساب کنیم حتما مشخصه دیگه، جابجایی برابر میشه کار تقسیم بر نیرومون. پس باید ما دو عبارت اینجا داشته باشیم، یکی کارو داشته باشیم در دستمون و یکی نیرو داشته باشیم که به هم دیگه تقسیمش بکنیم. در اول نوشتم که کار یک عددی هست از نوع اعشاری، فلوت نوشتم. اینو باید به هنگامی که برنامه اجرا میشه باید داشته باشیم. پس بگیریم، اینپوت میگیریم و جلوی عبارت W مساویه باید این عبارت نوشته بشه. در مورد بعدی نیرو رو هم باید بگیریم، از نوعش اعشاری هست، اینپوت باید بگیریم و جلوی عبارت F مساویه باید اندازه نیرو رو بنویسیم و در فرمول قرار میدیم. در واقع متغیر دی رو میگیم هر وقت عبارت های F و W رو داشته باشین بتونین دی رو حساب کنین. دی رو به ما پرینت کنه، نمایش بده. جلوی عبارت دی مساویه باید اندازه دی رو برای ما محاسبه کنه. من میزنم روی اجرا. نیا کنین، اول از ما کارو میخواد. میگم که مثلا 250 جول کار ما هست. بعد نیرومون مثلا 15 و نیم هست فرض کنیم. میریم اجرا و اندازه متر ما هست 16 خرده‌ای متراژ ما هست. خسته نباشید.